اوف ناسلی اوف. خوبی؟ آره بد نیستم، اما نمیتونم با نازلی حرف بزنم. از من خوشش نیومد. آره تو اولین دفعه از کسی خوشش نمیاد. نازلی یکم سرده اما قلب مهربونی داره. فکر کنم خواهر تو هم زیاد از من خوشش نیومده. اونم اخلاقش اینطوریه. به نظرم از تنهاییه. نسبت به آدمایی که نمیشناسه مثلا میخواد با احتیاط رفتار کنه. حالا که میشه امشب ما اینجا نمونیم؟ حتی حرفش هم نزن. یه دقیقه گوش بده. مسئله فقط خواهرت نیست، منم یکم معصبم. باشه آشنا شدیم، از این به بعد و به زمان میسپریم. همین جوریش هم به سختی هم دیگر رو میبینیم. حالا هم که اومدی استانبول. حالوک من واقعا دارم جدی میگم، شوخی نمی کنم. اینجوری من راحت ترم، خواهش میکنم. اتاقتون حاضره. امشبم که تولد خواهرمه. آخه نمیشه بیای استانبول بعد بری توی هتل بمونی؟ میشه، خیلی هم خوب میشه. یه ساعت میاییم میمونیم، بعدش هم فردا صبح هم دیگر رو میبینیم. واسه راضی کردن راهی نیست نه اصرار نکنی خوشحال میشم. به یک شرط، توی یکی از هتل‌های ما بمونید. خب بعد از تولد من شما رو میبرم. باشه قبوله. خوشحالم که اومدی. شب میان؟ صاحبش هم قراره بیاد. معلومه که میان پسر. اگه جرأت داره بیاد رو در روشه. شلی داره میاد. شما همین دوره برا باشین، من موقع رفتن صداتون. یعنی چی؟ نمیخوای ما رو معرفی کنی؟ ویل کن اینا رو آبچی. اینو نگاه تو رو خدا. بیا پری، بیا یه چیزی بخوریم. سلام برا بچه. بس سلام علی آقا، کجا موندی پسر؟ کار داشتم. چطوری؟ سلام علی. حالت خوبه؟ شما چطوری بچه؟ ببینم اونا کیان؟ فکر کنم دختر دوست بابام. بچه های دوست بابا من چیه پسر؟ بابام به زور گفت ببرش. خیلی خوشگله. اگه باش دوست شم ناراحت نمیشی؟ نه بابا، کجاش خوشگله، خیلی خز و خیلی. بیا پری. اوه دختر تهاتی بی نظیره. یه وقت توچه نشنوه. توچه کیه آخه پسر؟ اون تموم شد رفت. والا توچه که من میشناسم به این راحتی ها ولت نمیکنه. بیا بریم اونجا. ببین کی اومد. امره علی. علی من رفتم بچه ها. کاری مشترک از سایت‌های دانشگاهی 448 و موبیباز. آخه تیپا رو نگاه کن تو رو خدا، ببین چه شکلیه. کاش که مایه هم می آوردم. تو چمدون جا گذار. افندم
tahmin etmiştim diyorum. Zengin ortamına geliyoruz. Havuzsuz zengin mi olur? مگه میشه؟ آبجی میشنوی چی میگن؟ باید همینطوری بشینیم اینجا. به نظرم بریم، اینجا خیلی مزخرفه. زایه بازی در نیار. یه وقت نسوزی. خدا نکنه. پس اجازه بده واسه کرم بمالم. چی بگم؟ بمال. این دیگه از کجا در اومد؟ کی اینو آورد؟ اونو من آوردم. تو دختریو که باعث شده امر منو جلوی دوستام ضایع کنه رو آوردی اینجا؟ چطوری این کارو با هم میکنی؟ تو چه به من چه امره رو که میشناسی. ولش کنی به منم پیشنهاد میده. میدونی که ببینم مگه خودت نگفتی که امره دیگه واسم اصلا مهم نیست؟ خیالت راحت، 2-3 روز دیگه میرن، مسافرم. این چقدر تون بالا میره. هر جا شد من میتونم پیاده شم. یعنی میخوام پیاده شم. اگه اجازه بدین پیاده میشم. هنوز خیلی مونده برسه. نه به جایی که میخوام رسیدم. Bana ayrılan da paranın sonuna gelmiş bulunmaktayım abicim, inebilir miyim? وای تو چقدر شیرینی. لوگاس بیا اینجا ببینم. معذرت خواهی میکنم اگه اذیتتون کرد. نه اما خیلی با هم جور شدیم. راستی من پری هستم. منم جانم. خوشبختم. همچنین. خیلی شبیه دختره استانبولی. ببینم تا کی میمونی؟ هنوز یه روز اومدیم، تو راحت باش. گفتم تا کی میمونی؟ راستش فردا برمیگردیم، اما سری بعد که بیایم واسه همیشه میمونیم. اگه داداش هالوک از مادرم جدا نشه. کدوم داداش هالوک؟ نکنه بابای علیو میگی؟ آره داداش هالوک از مامانم تو ازمیر خواستگاری کرد. اگرچه نصف نیمه مونده اما ما رو آورد اینجا تا باهاشون آشنا شیم. اما هالوک چه کاره که نمیکنه. من الان میام. رئیس واسه چی قایم میکنی؟ اما هالوکو نگاه کن، قایمکی ازدواج میکنه. اون نمیدونه، بهش نگو. چیو؟ پسر بهت بگم که اما هالوک از تو زرنگتره. تو چی داری میگی پسر؟ اما هالوک داره ازدواج میکنه، شما هم خواهر برادر شدی. چی؟ چرت و پرت نگو.